در مورد کشتی تایتانیک اکثرا شنیدید، اما از یک پهلوی دیگه از این قضیه شاید خیلی ها بیخبر باشن که من میخوایم در او قسمت یک اشاره کوتاه داشته باشم. وقتی که کشتی در حال غرق شدن بود، یکی از مسافرها میلیونری بود به نام جان جیکوب استر که جایش به 2 کودک وحشت زده میته و خودش از رفتن به قایق نجات صرف نظر میکنه، در حالی که بسیار آدم سرمایه‌دار و نامدار و پولداری بوده. اون نمیتونه خود قانع بسازه که خودش نجات بده و این کودکای وحشت زده را در داخل کشتی همونطور رها بکنه. مسافر دیگه که عین کار انجام میده به نام ایزودور استراوس است که مالک فروشگاه های زنجیره‌ای امریکا بود. او میتونست 40 کشتی مثل کشتی تایتانیک را بسازه. او نیز جایش به یک مستخدم جوان میده، یعنی برای یک کارمندای جوانی از امو کشتی که در حال غرق شدن بود و از رفتن در قایق صرف نظر میکنه. خانومی از یام نمیشینه در کشتی و میگه من در کنار شوهرم میباشم. اینا در حالی که همسرش مجبورم نبود که بشینه، خب به اختیار و خواست خود در کنار شوهرش ماند. من این موضوع را بیان کردم به خاطر ازی که ببینین در جهان چی یک انسانای پیدا میشه که از ثروت، پول، نام، نشان، مقام، دارایی، امکانات از همه چیز میگذرن، اما از اخلاق انسانیش نمیگذره و از شرافتشان نمیگذره. شرافتی که گنج گم شده در این کره خاکی هست که گاهی بسیار کم اتفاق میفته که با یک همچو آدم سر بخوری و در یک جایی باشی، در حالی که این آدمایی که از رفتن به کشتی صرف نظر کردن اینا نه مشتری بیشت بودن و نه ترسی از جهنم داشتن، اما انسان بودن و اخلاق انسانی از یا چنان پرقدرت بود، چنان قوی بود که اینا از جان و مال و دارایی و همه چیز گذشتن، اما از شرافت و اخلاق انسانیشان نگذشتن. به این طور آدم ها باید درود گفت. میره خواستم که خیلی از هموطن ها و خیلی از همزبان های دیگه هم در این قسمت خبر شون، آگاه شون. یک موضوع انسانی است که مهم بود به خاطر از اینکه شرافت انسانی از همه چیز بالا هست، از همه و همه چیز. با درود.